با سلام، من محمد حسین علیپور هستم. امروز میخوام کتابی که خودم نوشتم و درباره مباحثی که توش صحبت کردیم براتون بگم. این کتاب حدود 200 صفحه هستش و 20 فصل کوتاه داره. من در داخلش درباره رصد کردن، درباره ستاره ها تشکیلشون، درباره کهکشان ها و درباره خیلی چیزای دیگه صحبت کردم، از انواع مختلف کهکشان ها. و بعد از اینکه درباره صحبت کردم اومدم سراغ منظومه شمسی فروم از خورشیدمون شروع کردم، یک توضیح کوتاه درباره کل اجرام منظومه شمسی و بعد میریم سراغ خود سیارات. و از اینجا که مشتری شروع میشه به نظر من چیزای جالبی داره، چون که عکسای قشنگی هم داره و میتونیم اینجا بزرگترین لکه روی مشتری رو ببینیم که هزاران سال وجود داره و به نظری میرسیم که مشتری هسته نداره. درباره طراحی‌ها و نوشته‌های گالیله و دست‌نوشته‌های گالیله، درباره مشتری و قمرهاش و اینام که طراحی‌های گالیله وقتی که داشت زحل رو توی تلسکوپ کوچیکش میدید. و وقتی همه اینا رو گذروندیم در نهایت چندین صفحه عکس رنگی از تلسکوپ جیمز وب و سیارات منظومه شمسی داریم و یک فصل هم اختصاص دادیم به نجوم در قرآن. برای خرید این کتاب هم میتونید با آیدی تلگرام هم پیام بدین و من خوشحال میشم که کتاب ما رو بخونید.